بله در این آیت الله سبحانه و تعالی کشاد و روشن، این نامش میگه نص صریح واضح روشن، ای پیغمبر برای دخترانت و برای همسرانت، پیش از همه برای دخترانت و برای زنهای مومن ها بگو. یعنی سپارش فرض است و این سال فرض بودنش سال چهارم بود یا سال پنجم بود یا سال سیوم بود. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری اختلاف علما را نقل کردند و قول گفتند که سال چهارم هجری راجح تر است گفتند. ولی حضرت انس چخیلی که در صحیح بخاری و مسلم است، خادم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که انا اعلم الناس بالحجاب، من عالم ترین مردم آیید حجاب هستم، یعنی آیید وقت حجاب کی فرض شد. چون که اصلا حضرت انس خادم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، خدمتگار پیامبر صلی الله علیه و سلم، همیشه همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند و بسیار حدیث هم روایت کردند. از جمله 7 نفر شخصیت هایی که به امت اسلام حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را روایت کردند این حضرت انس هستند، خادم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگن که من در مسئله حجاب عالم ترین مردم هستم. و فی شهر صفر، در ماه صفر سال پنجم هجری بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش را خانه‌دار شدند. وقتی که زینب بنت جحش را خانه‌دار شدند، حالی به نزد زینب ندر آمده، بعد توی دادند، حالی مهمان ها نرفته آیت حجاب فرض شد. و این ماهی صفری سال پنجم هجری بود و بعض آیت هایی که آیت حجاب است اونها هم در سال پنجم آمد. خیلی که علامه بکر ابو زید رحمت الله علیه در کتاب نفیسشان حراست الفضیله، حراست الفضیله یعنی حمایه فضیلت، که این درباره حجاب یک کتاب مکمل گفتن، از زیاده از 200 کتاب این کتاب را خلاصه و جمع آوری کردن، گفتن کتاب حراست الفضیله. و برای تمام طالب علمان و اهل علم یادآوری میکنیم که بهترین کتاب آیت حجاب است، مخصوصا درباره حجاب زنها و حمایه شرف زنها. این کتاب نوشته شده است در زمانی که دشمنان اسلام میخواستند حجاب زن را یعنی بی‌ارزش کنند، حجاب زن را از سر گیرند. و البته این در تاریخ تکرار می شود و همیشه دشمنان اسلام مدتی 1400 سال است که با این دین مقدس اسلام مبارزه میبرند. خلاصه کلام، وقتی که حضرت زینب بنت جحش را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خانه‌دار شدند، آیت حجاب فرض شد و این نکاح واقعا نکاح مبارک بود و نکاح می شود گفت تشریعی بود، از جانب شریعت بود، چون که این نکاح از دیگر نکاح ها فرق میکرد و حضرت زینب را پیامبر صلی الله علیه و سلم نکاحشان از دیگر زنها فرق میکرد. الله تعالی با نص قرآن کریم بدون اجازت ولیش و بدون حضور شاهدین با نص قرآن کریم از بالای 7 قبض آسمان نکاح کرد. الله تعالی که فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا. و انا همین آیت روز نکاح زینب بنت جحش، حتی وقتی که نکاح که شد پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه‌شان به مردم توی دادند، حال مردم پراکنده نشده الله تعالی آیت حجاب را نازل کرد. خب این تاریخش بود.